1001 سرنوشت، سرنوشت 16 احمد شاملو. احمد شاملو در روز سرد و برفی 21 آذر سال 1304 در تهران در خانواده نظامی چشم به جهان گشود. زندگی احمد از همان کودکی در تهران و دیگر شهرها گذشت. چون پدرش افسر ارتش بود و مدام از شهری به شهر دیگر منتقل می شد. این جابجایی‌ها فرصت تحصیلات منظم را از او گرفت و باعث شد مدرسه ها و معلم های مختلفی را تجربه کند. اما با این وجود احمد به خودآموزی روی آورد و با عشق فراوان به مطالعه دنیای کتاب ها و ادبیات را کشف کرد. او حتی با وجود نداشتن تحصیلات رسمی کامل به یکی از مهمترین شاعران و نویسندگان ایران تبدیل شد و تأثیر بسزایی بر شعر و ادبیات معاصر فارسی گذاشت. شاملو مردی با احساسات عمیق و زندگی پرفراز و نشیب بود. او در طول عمرش 4 بار ازدواج کرد. اولین ازدواجش در جوانی با اشرف الماسی بود که نتیجه آن 2 فرزند به نامهای سیاوش و ساقی بود. اما این ازدواج دوام نیاورد و پس از جدایی احمد با توسی حائری ازدواج کرد که او نیز مادر 2 فرزند دیگر به نامهای سیروس و سامان شد. با این حال بزرگترین عشق زندگی او آیدا سرکیسیان بود، زنی که نه تنها همسر بلکه الهام بخش او شد. آیدا از سالهای میانه زندگی احمد به او پیوست و رابطه‌شان به یک پیوند عاشقانه و ماندگار تبدیل شد که در اشعار شاملو جاودانه شد. بسیاری از شعرهای عاشقانه او در مجموعه های مانند آیدا در آینه و آیدا، درخت و خنجر و خاطره یادگار این عشق خالص و عمیق است. تهران پایتخت شلوغ و پرهیاهوی ایران شهری بود که احمد بیشتر عمر خود را در آن گذراند. اما زندگی او محدود به این شهر نماند. او مدتی نیز در شهرهای دیگر و حتی خارج از ایران زندگی کرد. شاملو به تدریج به یک چهره فرهنگی برجسته و مورد احترام تبدیل شد و آثار او در میان علاقمندان به ادبیات شهرت زیادی پیدا کرد. او نه تنها شاعر بلکه مترجمی توانمند و نویسنده‌ای پویا بود. از جمله ترجمه‌های مهم او میتوان به آثار نویسندگانی چون فدریکو گارسیا لورکا اشاره کرد. او همچنین کتاب عظیم کتاب کوچه را نوشت که گنجینه‌ای از فرهنگ عامیانه ایران است و شاملو بیش از 2 دهه از عمر خود را صرف تدوین و نگارش آن کرد. این پروژه بزرگ نشان دهنده عشق عمیق او به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. اما سالهای آخر زندگی شاملو با بیماری‌های جسمی متعددی همراه بود. او از دیابت و مشکلات جسمی ناشی از آن رنج می‌برد، اما همچنان به شعر و ادبیات عشق می‌ورزید و قلم خود را رها نکرد. سرانجام در روزی گرم و غم‌انگیز در 2 مرداد سال 1379 احمد شاملو پس از سالها مبارزه با بیماری در سن 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. او را در امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند و آثار و یاد او همچنان در قلب ایرانیان زنده است. شاملو با صدای تأثیرگذار و اشعار پرشور خود نه تنها فقط یک شاعر بلکه اسطوره‌ای در ادبیات معاصر ایران شد. کسی که کلماتش هنوز هم از پس سالها بر دل می نشیند و پشواک عشق، آزادی و عدالت را به گوشها می رساند. ممنون از لایک، سابسکرایب و همراهیتون تا این لحظه. تو کامنت ها بهم بگید که دوست دارید ویدئوهای بعدی راجع به سرنوشته چه کسی باشه.